کشور فقیر و بیچاره ما در دیده و رنگیده بتانه که صلح داره. اگر همون مجاهدین ما نشالی مسئولین بخصوص دنی ما از دو روز پیش هم برادران مشوره داشتیم که ما باید شورای خود میکنه که در منطقه شما اعتبار کنید ما کجا رو در خارج زندگی کنیم تا مردم همکار نباشه در امنیت دولت هیچ چیز قدم نمیکنه ولو قدرت بسیار بزرگ باشه. همکاری مردم شرط اساسی بخصوص در گم کردن دزد فساد و انسان های گپ و ایران آدم میتونه که در مناطق خود به این قسم یک جایگاه امن و به مردم داشته باشه. این مردم بیچاره سر ما حق داره. یگانه حقش نیست که ما مردم در امنیت و آرامی قرار بدیم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت در مکه در میثاق یعنی جوانان قرار داشتن که در مکه در ترازوی مظلوم بودند و با خاطر امنیت منطقه کار میکردن و یا سنت رسول الله صلی الله علیه و وظیفه ماست، مسئولیت ماست. ما با این فکر نباشیم که دیگرها برای ما امن میاره، دیگرها برای ما صلح میاره. خود ما که دست بر کار نشیم که دیگه برای ما بودن. من متوجه برادران خودم منطقه به این قسمت بخصوص برادران مجاهدین مجاهد ابد قدرت جهانی امریکا و دیگه شکست داده. ما متأکد هستیم که برادران ما میتوانند که در کشور ما خود در هر موضوع خود مسئولیت دارند. فعلا که اشد ما ضرورت داریم امن و صلح و اگر ما انشاءالله دست بر دست باشیم بودم با اداره صحبت کردیم که ما باید تشکیلات ما یک تشکیلات موازی نباشه بلکه چی باشه همکاری به امور اداره بخصوص اگر ما در اوضاع افراد مجاهد و برادران خوب مثل برادران ما داشته باشیم اینو اشد ضرورت داره. کسی بتونیم در منطقه ما امن است ضرور نیست چیزی که مردم ما اذیت و آزار میدن انشاءالله وان برادران همکاری بتوانند و یک اشد